دو تا مزه خوشمزه و سالم گیلانی، اونم با عطر بادمجون کبابی ولی با یه کوچولو تغییر. یه پیش غذای شیک و خوشمزه که پای ثابت مهمونیات میشه. برای عطر بیشترش بادمجونا رو روی هیزم کبابی کردم. اگه میخواین پوست بادمجوناتون راحت‌تر کنده بشه، همونجوری که داغه توی ظرف دربسته 10 دقیقه بذارید بمونه. پوست بادمجونا رو که کندم با گوشتکوب حسابی میکوبم. اصلا این کار با دستگاه انجام نمیدم چون بافتشو خراب میکنه. نصف بادمجون رو جدا میکنم، چند تا حبه سیر و پوست میگیرم و رنده میکنم. از پنیر ویلی کاله استفاده میکنم که بافت خامه‌ای و طعم فوق‌العاده‌ای به این مزه میده. یه مقدار ماست چکیده، نمک و فلفل و گلپر مخلوط میکنم، میشه برونی بادمجون کبابی. اولین مزه گیلانیمون. مزه دومی نکته خیلی مهم داره که به همراه میزان دقیق مواد تو کپشن براتون مینویسم. گردوهامون رو تو نمکدار با سنگ مشت حسابی میسابیم، سبزی‌های معطرمون ریز خورد میکنیم، چند تا حب سیرم رنده میکنیم، بقیه بادمجون رو به همراه پنیر ویلی کاره که بافت خامه‌ایش این مزه رو فوق‌العاده میکنه اضافه میکنیم، نمک و فلفل و گلپرم میزنیم و میشه کاله کباب. دومین مزه گیلانیمون که من با نونهای بیسکویتی و تورد و گردو تزیینش کردم. حتما این ویدیو رو ذخیره کنید واسه دوستای مزه بازت. ویلی پایه خوشمزگی. حتما مزه خوشمزه چک کنید. نوش جان به ولمیستر.